روزی ملا نصرالدین به یک مهمانی رفت و لباس کهنه‌ای به تن داشت. صاحب خانه با داد و فریاد او را از خانه بیرون کرد. او به منزل رفت و از همسایه خود لباس گرانبها و امانت گرفت و آن را به تن کرد و دوباره به همان مهمانی برگشت. این بار صاحب خانه با روی خوش جلو آمد و به او خوش آمد گفت و او را در محلی خوب نشاند و برایش سفره‌ای از غذاهای رنگین پهن کرد. ملا از این رفتار خنده‌اش گرفت و پیش خود فکر کرد که این همه احترام بابت لباس نوی اوست. آستین لباسش را کشید و گفت: آستین نو بخور پلو، آستین نو بخور پلو. صاحب خانه که از این رفتار تعجب کرده بود از ملا پرسید که چه کار میکنی؟ ملا گفت: من همانی هستم که با لباسی کهنه به میهمانی تو آمدم و تو مرا راه ندادی و حالا که لباسی نو به تن کردم اینقدر احترام میگذاری. پس این احترام بابت لباس من است، نه به خاطر من. پس آستین نو بخور پلو.